همین مردم ها بودن که گفت ما فی الجبه الا الله، در چپن ما میگه نیست غیر از الله، نعوذ بالله. انا الله، الله عبد و العبد اله، الله بنده است، بنده الله است، نعوذ بالله. میگه حالی فرق از کجا شود؟ در این حد میرسن. این میره میگه کسایی که مفکوره وحدت الوجود، یعنی وجود یک تا میدانه، کل عالم یک وجود میدانه، میگه یک وجود الله تبارک و تعالی است، حالان که خالق و مخلوق با هم مباین است یا نیست مباین. همینجا نگفتیم رب العالمین، مضاف مضاف الیه یکی نمی باشه، رب علیده است، عالمین علیده، متحد شده نمیتونه. الله تبارک و تعالی خلق نشده، بله قدرت الله، علم الله، قرب الله از رگ گردن به ما نزدیک است، قدرتش، تصرفش، اما الله سری کجاست؟ سری عرش است. چی رقم به ما معلوم نیست، امو رقم که لایق شان کیسته؟ الله تبارک و تعالی. این مسئله عقیده است که امروز سری این موضوع بسیار مردما تاخت و تاز میکنه، دفاع میکنه از کسانی که امچو عقیده را داره، مثل ابن عربی واره که میگه او قائل به وحدت الوجود بود، یک عالم برجسته بود، در مورد کفر از او کتابا نوشته شده، در رد از او کتابا نوشته شده، اما مردمایی که عقیده را داره او را رد کرده با دلایل از قرآن، از آیات قرآن. خب ما میگیم هر طایفه و هر مردمی که پیدا شود که در مرکزش، در زندگیش تعلیم قرآن و حدیث نباشه، او طایفه حتما انجام و عاقبتش طرف کجاست؟ گمراهی است، خام مخا گمراه میشه، هیچ راه دیگه نداره که در گمراهی واقع نشود. این را شما یاد داشته باشه. شما مراکزی که قرآن تدریس و تعلیم نمیشه، حدیث پیغمبر در تعلیم و تدریس نمیشه، ببینه اگر مکمل کارایشان خلاف سنت رسول الله نبود، هرچی که میگه، اگر گپایشان خلاف آیات قرآن نبود، هرچی که میگه، خب این چی برادرای مسلمانی ما بیچاره میگه دین البته دین اینجا است، هر کسا یک دو روز تو در غار بشی در سایه، او پس از او خب ریشی تام خب شنپو بزن بیرون بره، میگه چیریش همی قنور داره. این خبیثای کفاره که ببینی شراب زده اینه چهره سرخ معلوم میشه، گپ در چهره نیست، گپ در ایسته که عمل کرد چطور است، چه قسم قدم میگذاره، چه قسم عقیده داره، و آیا این موافق کتاب الله و سنت رسول الله هست یا نیست. از همون خاطر بجز از دو چیز ما دیگر راه نداریم برای هدایت. ترکتم فیکم امرین، دو چیز در بینتان گذاشتیم، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، تا وقتی که به این چنگ زده باشه هرگز گمراه نمیشه. کتاب الله و سنت رسوله، سنت پیغمبر و کتاب الله هست، دیگه چیز نیست. خب تاسف است دمو مرکزا نه از کتاب الله رنگش معلوم میشه، بلکه توصیه میشه که میگه قرآن نخوانه که ذکر قلبت جاری شوه، نعوذ بالله، اینطور توصیه میکنه. و حدیث پیغمبر به عمر دیگه نمیبینه که حدیث کجا است یا نیست، اوراد وظایف خود ساخته را جور کرده، مردم میگه نعوذ بالله. بله خیالات میه برای انسان، اینطور خوای شیطانی را ببینی که بری دمو روز که از پیشش بیعت میگیری، دست در دست بدی باز شو که بیایی در خانه، امی شیطان است، امی شیطانی لعین است که تو را آلی میگیره در دریا میپرته، باز امونجا دست میپرده، امو جناب باز میه از دریا از دستت میگیره، او خب ما کمت میکنه که تو خیلی غرق شده بودی. خب لیکن خوابی چیست؟ شیطانی است. این خواب شیطانی را او قسم در خوابت میاره ای شیطان، به خاطری که تو عقیدت. ما میگیم هر کسی که باشه که پابند کتاب الله و سنت رسول الله نبود، او نه مرشد شده میتونه، نه پیر شده میتونه، نه مولا شده میتونه، نه رهبر شده میتونه و نه راه هدایت است. اینی دستور قرآن کریم است. ما لکم من دونه نیست برای شما بغیر از الله تبارک و تعالی، غیر از الله دیگه کس نیست، من ولی کسی دوست یعنی زموار زمبرار کسی دیگری نیست، ولا شفیع نه سفارش کننده کسی است بغیر از الله تبارک و تعالی. قرآن نفی میکنه که کسی دیگری نیست. افلا تتذکرون، آیا بازم نعوذ بالله شما پشتی ولی و شفیع غیر الله میگردید؟ دیگه کس برای خود کارساز جور میکنه، دنبال شفاعت دیگه کس میروه. فلا تتذکرون، شما نصیحت نمیپذیری. قرآن خوی نصیحت براتان میکنه که با ولایت الله را بگیری، کارساز و ذمه‌واری تمام امورتان کیست؟ الله. اگر پیدا میکنه، اگر تو را روزی میده، اگر تو را کلان میکنه، اگر تو را در حالت پیری میرسانه، کلی تربیت و ذمه‌واری پیش الله است. نه آقا صاحب به تارش تو را در کدام جای رسانده میتونه و نه تاری زیارت تو را در کدام جای رسانده میتونه. یدبر الامر، تدبیر میکنه الله تبارک و تعالی، تنظیم میکنه امر،
من السماء از طرف آسمان الی الارض به سوی زمین. معلوم شد که الله در سر عرش است. از اونجا الله فیصله امور زمین میکنه. ثم یعرج الیه بعد از امی امری که الله فیصله کرده در زمین ای باز میگرده به سوی الله فی یوم در روزی که کان هست مقداره اندازه روز 1000 سنه 1000 سال مما از او سالایی که تعدون شما شمار میکنه. چرا؟ در حدیث ثابت است در بین زمین و آسمان 500 ساله راه است. پس آمدن 500 ساله راه، پس رفتن 500 ساله راه، چند شد؟ 1000. یکی. یا مراد از فی یوم در روزی که کانه هست مقدارو، اگر مراد از امور دنیا باشه او مراد از سالم سال دنیا شوه، اگر مراد از امر آخرت باشه باز این طور میشه. ثم یعرج الیه باز میره و امی امر که در دنیا آمده بود. او امر که در دنیا آمده بود چی بود؟ الله کتاب خدا روان کرد برای تعمیل، برای از اینکه تطبیق شوه، حکم الله حاکم شوه، ایره در دنیا روان کرده. باز میره امی امر از دنیا جمع میشه الیه بسوی الله فی یوم در روزی که کانه است مقدارو اندازش 1000 سنه 1000 سال مما از سالایی که تعدون شما میشماره. باز روز چی شد؟ آخرت. روز آخرت چند سال است؟ 1000 ساله است. اونجا امی اموری که الله در زمین روان کرده بود پس مکمل رجوع به الله میکنه و که مقدارش 1000 سال است. اردو معنا درست است. ای که در سوره معارج میگه که بالا که کان مقدار 50000 سنه گفته 50000 سال. او به اعتبار از که از زمین تا چی را بگوی کرسی را تا عرش که بالا میره امور در بین آسمان ها مسافه آمد و رفته که بشماری مکمل 50000 سال میشه. ذالک عالم الغیب و شهاده، موصوف بین می صفتا، کس ذاتی که همی صفتا را داره. کدام صفتا را داره؟ که آسمان و زمین پیدا کرده و ما بینهما را در 6 روز بعد از او مستوی شده بالای عرش تدبیر امور از بالا میکنه در زمین بینمی قدر وقت. اینمی الله است. چطور الله است؟ عالم الغیب و شهادتی که عالم است بالای چیزای پنهان از نظر مردم و شهادتی چیزایی که معلوم دار است در نظر مردم. العزیز و زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شده نیست، کسی دمیرایش گرفته نمیتونه. الرحیم و رحم کننده است. چرا؟ برای بالای انسان رحم کرده، همه چیز برای خدمت انسان پیدا کرده و خصوصا برای رهنمایی ازی الله قرآن روان کرده، پیغمبر روان کرده، دلایل عقلی را الله نصب کرده بر ما. خود امام امی استعداد قابلیت داده. بسیار رحیم ذات است. الذی امو ذاتی که احسن کل شیء، هر چیز خوب ساخته، تمام چیزا را. قرآن خو میگه تمام چیزا خوب است. از امو خاطر در اشیای دنیا هیچ بدی وجود نداره. هر بدی که وجود داره تو بدی را انجام میدی. این لاسپیکر ما تو میگیریم غلط استعمال میکنیم، دی ساز و سرود میکنیم. اگر ترجمه قرآن بکنیم چقدر خوب است. این کامپیوتر ما تو میتونیم که مکتبه های بزرگ در کامپیوتر اینستال کنیم، معلومات ضروری را در کامپیوتر خود چیز ذخیره کنیم. خب ما تو استیم که غلط استفاده میکنیم. موبایل امی قسم همه چیز وسایلی که الله در دنیا پیدا کرده هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی و الله انسان مامور ساخته که از جنبه مثبت باید کار بگیره، منفی کار نگیره. از همون خاطر همه چیزی که الله پیدا کرده خوب پیدا کرده. اگر بدی پیدا میشه انسان است که او را غلط استعمال میکنه باز بدی. کلاشینکوف از دستیت است. تا وقتی کافر را میکشی خیلی خوب است، اما وقتی مسلمان را میکشی خود تو گرفتی مسلمان را قتل کردی. قرآن برات میگه الذی ذاتی که احسن کل شیء، هر درست ساخته، زیبا ساخته تمام چیزا را. و بدأ خلق الانسان من طین، در تمام چیزا الله حسن انداخته، زیبایی داره. خو لیکن انسان علایده است. و بدأ آغاز کرده خلق الانسان، پیدایش انسان، من طین، از خاک. امی قدر که آدم بشنوه که مبدأ ما از خاک است باید دیگه تکبر نکنه، کلان نتراشه خدا. چرا که خاک بودیم. خود این نکته های دیگه هم است که پیشتر در تسمیه صورت براتان اشاره کردم. چرا؟ الله تو را از خاک پیدا کرده. خاک چی کمالات داره؟ خاکی طور چیزی است زراعت دایی میشه، خانه از این جور میشه، خشت از این جور میشه، ظرف از این جور میشه. امی خاک است که انسان چون از امی خاک پیدا شده، امی خاک است که انواع مختلف از فواید و منافع را داره. واقعا راه ها سریازی است، هر چیز سریازی مندازی این نه نمیگه، هر چیز مندازی نه نمیگه. امی زمین است
که برای تمام فواید گسترانده شده، هموار شده و تو فایدهش گرفته رایستی. ای انسان، وقتی که مبدی تو امی خاک است، باید آثار و صفات خاک در تو دیده شود، تواضع در تو دیده شود، هیچگاه تکبر نکنی، نفت بسیار عام باشه و اگر تحمل بکنی کسایی که برات بد دورت میگه، اگر خصوصا در حالت دعوت باشی را باید تحمل بکنی. تواضع باید این صفت دائمیت باشه. چرا؟ الله تبارک و تعالی انسان یک امتیاز خاصی داده، از او خاطری را علیحده ذکر میکنه. ثم جعل نسله، بعد از او گردانیده نسله ذریه می انسان، من سلالت از خلاصه، عصاره، من ماء از آب، مهین که بقدر است، ارزش نداره. آب چیست؟ منی. از آب منی دیگه نسل الله تبارک و تعالی پیدا میکنه. پس بی انسان مبدی خود بی بعد از زود زندگی تو تکبر میکنی یا خود کلان میتراشی. ثم سواه، بعد از برابر کرد و اعضای زیرا و نفخ فیه من روحه و دمید در این انسان من روحه، از روح خود یعنی امر کرد امو روحی که از جانب الله داخل کالبد انسان میشه. الله جسم برات بخشید، در رحم مادر، در شکم مادر تو را شکل داد، اعضا داد و بعد از روح تو دمید. و جعل لکم السمع، و پیدا کرد گردانید برای شما السمع، قوت شنوایی را، والابصار، قوت بینایی را، والافئده، قوت تعقل و تفکر. خب امی کارا را کی کرده؟ اگر تو به خود بیاندیشی درک میکنی که الله کدام ذات است. پس ذاتی که مرا به می سیستم دینمی مراحل مرا در این مستوى رسانده، امو ذات قابل عبادت هم است، قابل ستایش هم است، قابل نیایش هم است. من حاجات خودم برش ببرم و از او طلب بکنم و من عبادتم مخصوصی از او بگردانم. چرا؟ از این که دلیل قوی دیگه کجا پیدا میشه؟ وقتی که احسان الله سرت کرده، نعمتها تقاضای چی را میکنه؟ باید مکمل شکرگزاری الله تبارک و تعالی را آدم بکنه، به هیچ وجه تصادم به فرمان الله نکنه، مقابل فرمان الله واقع نشوه. آن چیزی را که امر کرد انجام بده که من نکرده خب اجتناب بکنی. ولی انسان طور نیست. قلیلا ما تشکرون، خیلی کم قلیلا ما خیلی کم تشکرون، شما شکرگزاری میکنه خیلی کم. این دو مطلب داره، یعنی نعمت خود تقاضای شکرگزاری زیاد میکنه لیکن شما شکرگزاری کم میکنه، حق امو نعمت ادا نمیکنه. یک. دوم، قلیلا ما بسیار کم از مردم چیسته تشکرون، شما شکرگزاری میکنه بسیار کم. معلوم شد بندگان حق الله تبارک و تعالی واقعیش در هر تاریخ کم است، زیاد نیست. خیلی کم مردم است که واقعا نعمت الله را میشناسه و حق نعمت ادا میکنه. و قالو، میگوین آلی الله میگه کسایی که اول پیدایش خود نظر نکرد که الله از چی پیدا کرد، چی مراحل سرش تیر شد، آیا این چی قسم، این به کدام قدرت حاصل میشد؟ آلی نعوذ بالله، این قدرت ها را خود در وجود خود علم داره لیکن بازم دوباره زنده شدن شک و تردد داره. و قال میگویند امی بنده های ناشکر، اذا ضللنا، وقتی که ما گم شویم فی الارض، در روی زمین، ذره شویم، خاک و خاکستر بگردیم، در زمین همینطور گم شویم، اینا یا ما لفی خلق، در آفرینش جدید نوستیم، باز زنده میشیم. بل هم بلقاء ربهم، بلکه مردم ها به ملاقات پروردگارشان که حساب کتاب است، کافرون انکار میکنه، میگه حساب کجاست، کتاب کجاست، برو گیاوار پیدا شدیم و پس فرا میشیم، میره مثل که کمونستا امیگه پارا میگفت. قل بگوی پیغمبر علیه السلام یتوفاکم، شما را قبض روح میکنه ملک الموت الذی، امو ملک الموت یعنی کسی که قدرت و تصرف مرگ الله برش داده، الذی امو ملک الموت وکل بکم که مقرر کرده شده بالای شما از جانب الله تبارک و تعالی. ثم الی ربکم ترجعون، باز به سوی پروردگارتان بازگشت کرده میشوی شما. تو نیست که در دنیا آمده فقط باز از شما حساب و کتاب گرفته نمیشه، هیچ امکان نداره. اینجا میگه یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت شما را وفات میکنه. در دیگه جای دیگه عام ملائک آمده، در دیگه جای الله وفات میکنه. دیگه این در حقیقت تضاد نیست، فرمان از جانب الله است،
و کلان ملائکی که قبض روح میکنه ملک الموت است و بعد از او عمله داره که به دستوری از او عمله کار میکنه. از او خاطر نسبت گرفتن روح به عرصه شده. ولو ترى از المجرمون، اگر تو ببینی مخاطب پیغمبر علیه السلام در آن وقتی که مجرمون، کسایی که جرم کرده گناه ها کرده در دنیا، ناکسو رؤوسهم، در حالی که پایین انداخته نیست سرای خدا از دست خجالت، عند ربهم، به نزد پروردگار. اگر تو میدیدی که مجرمات در این حالت است، الا رأیت امرا عجیبا، باز اونجا تو میدیدی مخاطب بسیار امر عجیب است. اما مردمایی که اینجا سرتابی نمیکردن، اما مردمایی که سرکشی میکردن، که ناز میزدن، که بالا خود میتراشیدن، که اونجا میبینی که سر پایین انداخته شرخ خورده نمیتونه، دیگه عجیب امر است. اما مردمایی که خطی تو گفتگو دارن که هیچ چیز قبول نداریم، میره قبول نداریم. ربنا، اونجا میگه پروردگار ما، ابصرنا، بالکل دیدیم با چشم سر دیدیم، و سمعنا، شنیدیم، فرجعنا، بالکل علی حقیقت بر ما واضح شد که چی گپاس، اصلی قوت و قدرت است کیست، چی چیز به درد میخوره، ما چرا خطا و گمراه شده بودیم. از همون خاطر افسوس و آرمان میکنه، آرزو میکنه، خو آرزوی بیجای است، آرزوی است که باز این چیز برشان میسر نمیشه. فرجعنا، ما را باز بگردان در دنیا، نعمل صالحا، که اونجا ما عمل درست انجام بدیم. انا موقنون، یقینا ما علی خواب یقین کننده هستیم که گپ کجاست، علی حقیقتا برش معلوم میشه. الله چی میفرماید که عجیب، و انسان برای آگاهی تو مختلف راه ها و صورت ها را ما انتخاب کرده بودیم که تو غافل نشوی، ولی تو انسان انقدر بنده هوا و هوس و عیش و عشرت بودی که هیچ نه عذاب در یادت می آمد، نه قیامت، نه الله را می شناختی، بس مست بودی. ولو شئنا لاتینا، الله می فرماید اسلام یا ایمان انتخاب راه هدایت امر جبری از جانب الله تبارک و تعالی نیست. الله میتونه کلگی را به ایمان پیدا کنه، لیکن حکمت و مصلحت تقاضای زیرا نداره. چرا؟ معلوم شود کی جهنمی است کی جنتی است، کی نعمتای دنیا را ترجیح میده بالای نعمتای آخرت، و کی نعمتای آخرت بالای نعمتای دنیا ترجیح میده. این معلوم شود کیست که در این برف و باران، در این یخکا از خانه بیرون شود، بخاری و صندلی گرم و نرم بگذاره، او پرده تلویزیون فیلم را دیده او را بگذاره و بیا در مسجد یخ در قرآن کریم بشینه. این خو فرق داره. الله تبارک و تعالی خو نتیجه را همین قسم میده. این امتحان است. الله میگه ولو شئنا، اگر ما میخواستیم، لاتینا، میدادیم، کل نفس، هر نفس، هداها، هدایت از او را، کلگی به هدایت میبود، لیکن ولکن حق القول، لیکن ثابت شده فیصله منی، از جانب ما. الله میگه چی چیز فیصله است؟ لاملأن، که خام پر میکنم جهنم من الجنت، از جنیات، و الناس، از مردما، اجمعین، از تمامیشان. اونجا جنت و دوزخ الله پیدا کرده، هر کدام بری خود حصه داره. حصه جهنم از کجا معلوم شود؟ آلی اگر همونطور بدون میدان امتحان همونطور میبردیم نصف در جنت نصف در جهنم، خامخا اعتراض میکرد جهنمیا ما را چرا در جهنم بردی؟ نه، حجت سرت ثابت میکنه، اونجا استاد میکنه. مثل که در امتحان یک بچه ناکام و دیگه کامیاب شود، استاد استاد کنه که بچم بچه که تو ناکام شده ای، آیا درس ما به این تنها گفتیم، به تو هم گفتیم و مجبور است بگه بردوی ما گفتی؟ خو علایده به این شاگرد دیگه کدام درس گفتیم؟ نه. دمو ساعت تو حاضر بودی؟ خو کتاب بر داده شده بود؟ بله. در چوکی نشسته بودی اردویتان برابر؟ بله. براتون یک درو آگاهی میدادم، بلکه از این کده در تو آگاهی میدادم که تو را تنبل میدیدم که کوشش کو که پسمان هستی، کوشش تو که پسمان هستی. خو امروز که نتیجه برآمده ناکام، انتقاد اعتراض سری معلم داره، حقش داره؟ قطعا نداره. الله تبارک و تعالی به قسم است، مکملی صحنه امتحان برای ما پیش کرده، پیغمبر روان کرد، کتاب روان کرد، وحی روان کرد، عقل داد، قرائن نسب کرد، برای ما و شما این را هدایت داد که اینی رای خوب اینی رای بد، ولی بازم نعوذ بالله رای بد انتخاب شد، حالی دیگه عذر باقی نمیمانه. از همون خاطر کسی که در جهنم میره انتقاد کرده نمیتونه، عذر پیش کرده نمیتونه. چرا؟ الله تبارک و تعالی رفع عذر کرد، هیچ نوع اشتباه را باقی نگذاشته. قرآن واضح بیان میکنه
بلکه امو منظر عجیب پیش از پیش در دنیا برای ما تو پیش کرد که این تو حالتا می باشه، نکو که اونجا سرت پایین باشه. آدم که تنها در موضوع دنیا در صنف ناکام میمانه، راستانه بگه بالا سعی کرده میتونه اینطوری میکنه. او کسی که کامیاب شده خصوصا اول نمره همین دیستی زنگا میزنه هر طرف که ای خوش خبری که ما اول نمبر شدم. کامیابی اونم طور چیز است. خو این کامیابی رو الله برای ما درس میده، خو ما نمیکنیم.